برادر ما نعمت الله حقانی از کابل پرسیده اند در ارتباط به گیروهای معمول چی گفتنی دارد؟ درباره گیرو خو من همیش گفتم موقف من واحد است. از دید فقهای امت 5 دیدگاه نقل می شود. اصل گیرو به قرآن سنت اجماع ثابت است، مگر جنجال بر سر این است که استفاده از مال مرهون جایز هست یا نه. بازم دوستان میگویند کوتاه پاسخ دیدیم، مسئله خود پر جنجال است. بانم اینقدر میگویم و به نزد جمهور فقهان امت اسلامی استفاده از مرهون جایز نیست، نباید استفاده شود به صورت حبس در نزد مرتهین تا پرداخت دین قرار میگیرد، مگر برخی ها گفتن هنگامی که صاحب و مالکش اجازه داد استفاده جایز است. اما ابن عابدین شامی یکی از خاتمه محققان احناف و زمانی که دیدگاه ها را نقل می کند، پس از نقل دیدگاه ها گفتنیش این است که المعروف کالمشروط، یعنی اگر در هنگام رهن و گیرو شرط کنن که با آن شرط گیرو میگیرم که استفاده میکنم. در یکی از روایات احناف این نادرست است. هنگامی که معروف در میان جامعه استفاده است، معروف مانند مشروط می شود، همان گونه که شرط قرار داد ممنوع است، معروفش نیز ممنوع است. از این رو بزرگان و متخصصان و ما همیش به این قول فتوا داده اند هر کس دیدگی خود را میگوید و جا مگر غربال شده، فیلتر شده و معاینه شده، تفکیک قوی و ضعیف اگر در کار بوده باشد. داشته ابن عابدین شامی را امام محمد انورشای کشمیری در تعلیق ترمذی نیز تایید کرده است و بزرگان دیوبند رحمت الله علیهم نیز تایید کرده اند. از این رو این روش را نادرست میدانند. حالت مخمسه مانند کسی از گرسنگی بمیرد، گوشت خنزیر هم خوردنش جایز است. اونجا به نام اصل خروج داریم. زندگی در چوکات اصول باشد، انگامی که برآمدیم باید اصل خروج داشته باشیم. او مشکل او جدا است، با او هیچ ارتباط دیده نمی شود عزیزان دل.